Bismillahirrahmanirrahim. Ulu Tanrı'nın adıyla. سلام دوستان عزیز. انصاف علی هدایت هستم و با برنامه 42 از برنامه های مهندسی جهل رو در خدمتتون خواهم بود. یه تغییر کوچکی در برنامه میخوام بدم. قبلا 1 2 و حتی 3 کتاب رو تلاش میکردم در یک جلسه هر چقدر طول بکشه بخونم. به نظرم اومد که اگر دوستانی بخوان تمایل داشته باشن و بخوان گوش بکنن و مثل من بخوان ترکی رو یاد بگیرن یا کتاب‌های خطی رو بتونن بخونن و این مهارت و این تخصص رو به دست بیارن که کتاب‌های ترکی قدیمی رو، خطی قدیمی رو بخونن، خب به نظرم ویدیو خیلی بلند هستش و احتمالا دوستان حوصله‌شون سر بره. برای همین تصمیم گرفتم که اگر قراره 1 کتاب یا 2 کتاب بخونم قطع بکنم، یه ویدیو جدید در یک ویدیو جدید ادامه بدم که دوستانی که خواستن حداقل برنامه‌ها حدود 30 دقیقه 35-40 دقیقه باشه هر کدوم. برنامه رو به این شکل میخوام آغاز بکنم. بریم در پی اون فایلی که ما قبلا دانلود میکردیم تا ببینیم که چه کتاب هایی رو داریم. تلگرام رو بریم و ببینیم که چه کتاب هایی. اسکندرنامه رو، ایمان علمی، تحفه اخوان صفا رو خوندیم، تحفه شاهدی رو هم خوندیم، تفسیر مواکب رو هم خوندیم. خب از اینجا به بعد حالا من اینجا 2 کتاب رو باز میکنم. اول این کتاب و تمهید علم کلام. همینجا بمونه. حالا 1 کتاب رو میخونیم، بعد اگه چی شد قطع میکنیم، یه 2-3 دقیقه بعد کتاب دیگری رو هم اگه خواستیم ادامه میدیم. خب ببینیم که خب این از این. حالا بریم اینجا این 2 کتاب ببینیم تقویم چی هست. اول این کتاب یک چیزی به نام حالا آلمانچ کالکولو، احتمال میدم که آلمانش کالکول یعنی حالا این به چه زبانیه نمیدونم، یعنی آلمان مربوط به آلمانه. تقویم فلان هستش 933. حالا این در 1575 تا 1576 این نوشته شده، یعنی حدود 500 سال پیش، حدوداً 30 سال اینا پایین و بالا. خب ببینیم که اول یک نظری به خود کتاب بندازیم، ببینیم این ترکی هست یا نه. اگه ترکی نباشه که نمیخوایم بخونیم. خود کتاب رو الان از اینجا داریم میبینیم. این جلد کتاب در دوره عثمانی نوشته شده، همون که گفتیم 1575-76 ظاهرا نوشته شده باشه. حالا ترک اینجا 182 نوشته، احتمالاً صفحشه یا شماره کتاب هست. با این قسمت ها آشنا داریم میشیم، انگلیسی هاشو بعداً برمیگردیم ببینیم کیه. ظاهراً عربی هستش، یعنی با حروف ترکی عربی نوشته شده. و اینجا هم خیلی کتاب جالبی خواهد بود. موضوع رو نگاه بکنید، خیلی به شکل جالبی این تقویم بندی شده. جدول فال و زجر و حوادثات از قول حکما. یک جدولی رو اینجا، من نمیدونم این زجر رو چی میشه و جدول نیست، جدول فال و جرو حوادث، نمیدونم یعنی چی. جروه حوادث،
جزر، زجر این زجره. جدول فال و زجر و حوادثات. جالب، حوادثات رو چه شکلی نوشتن از قول حکما. شاید ما غلط میخونیم شاید. حالا کتاب رو فقط نگاه بکنیم از نظر زیبایی ظاهری، ببینیم که چه شکلهایی داره. نگاه کنید، خیلی زیبا و اصلا فرمتیه که من تو عمرم ندیده بودم. نگاه کنید خیلی زیبا. این کتاب رو یه ذره اینو بزرگش بکنم که دوستان بهتر ببینید. خب صفحه ها رو ببینید. حالا الان صفحه ها یه مقدار درست ناقص دیده میشه، اما خیلی زیباتر از قبلی دیده میشه. نگاه کنید، اینجا یکی دو صفحه خالی هست. دوباره جدول اختیارات هر ایشلر به حسب ماه در منزل مسکون. کون ماه در منزل. حالا این چیه؟ سبکش فرق کرد. نگاه بکنید، سبک نوشتار در اینجا فرق کرد. همون رو با یه تغییراتی درش. حالا برمیگردیم اینها رو میخونیم. ظاهرا این کتاب خیلی باید جالب باشه. ببینید چقدر زیبا کار شده، خیلی زیباست. من یک چنین کتابی رو تو عمرم با این تنوع در پردازش و حالت صفحه بندی و اینها تو عمرم ندیده بودم. اولین کتابیه که به این زیبایی نقاشی شده، طراحی شده، با کلمات مربع کشیده، مربعات رو خیلی زیبا کار کرده، گل وسطش نقاشی کرده، اطراف اون چیز. جدول الاختیارات للامور به حسب الاتصالات القمر به زهره. حالا اینجا هم دوباره این برای فال ایناست بیشتر. درستش گفتش که حالا اینجا چی هست؟ جدول احکام کلی سالم عالم اجمال تفصیل و حسب طریق. حالا این چی هست دیگه؟ من اینها رو، این یه زبان تخصصیه. حالا زبان هر چیزی باشه، زبانیه که من درش آموزش ندیدم. الان یه مقدار تغییر کرد صفحه ها. من دارم همینجوری صفحه ها رو ورق میزنم که ببینم چی هست. معلومه که این با قلم که قبلا مثل نی می تراشیدن می نوشته. اینها رو میتونم الان کاملا ببینم که به چه شکلی نوشته شده. اینجا دوباره یه جدولی رو مشاهده میکنیم که با ترکیب از حروف هستش و گلها با رنگ‌های آبی و قرمز و سیاه. این خیلی نگاه کنید، سبز، قرمز و سیاه اینجا میبینیم، ولی این سبز ها تقریبا از بین رفتن متاسفانه. دوباره اینجا هم همون شکله، اینجا همون ترتیبه، اینجا هم همون، اینجا هم همون. کتاب بسیار جالبیه، خط زیبا، فاصله بین کلمات و حروف خیلی جالب هست. احتمالا من این کتاب رو خیلی راحت تر از کتاب‌های قبلی میتونم بخونم. آسیب زیادی ندیده جز در مواردی که این سبزها، رنگ سبز و رنگ قرمز یک مقدار اون شفافیت خودشون رو از دست دادن و قابل خوانا نیست. مثلا اینجا احتمالا بشه خوند، ولی عادت همین رنگ سبز در اینه که دیده نشه. دیده نشدنش احتمالا در اصل کتاب این بهتر دیده بشه. وقتی ازش عکاسی شده این حالت پیش اومده. من برای اولین بار یک کتاب رو دارم همه صفحاتش رو میبینم. نگاه کنید اینجا با حرفا چه زیبا نقاشی کرده، یه طراحی زیبا، یه خطاطی زیبا، چقدر جالب. اگر نتونم بخونم هم از دیدنش میشه لذت برد. ولی خب خیلی خیلی زیباست. خیلی اینجا رو نگاه، واو، خیلی بهتر میشه. این لذت برد از این کتاب. این کتاب جزو آثار هنریه به نظر من.
و اینجا نگاه کنید دوباره نیم دایره هایی که یه چیز رو نشون میده و در داخل جدول هستن، در این حال که نیم دایره ان داخلش یک دایره کامل داره، یک نیم دایره کامل داره و یه خط دو دایره نیم دایره و چیز رو به هم وصل کرده. اینجا رو نگاه کنید چقدر زیبا خط شده، به مربع ها و مثلثات تقسیم بندی شده. خیلی زیبا، خیلی زیبا. اینجا حروف و اعداد و روزهای جمعه و اینها به نظر میاد که بیشتر فارسی باشه، چون که شنبه یک شنبه گفته. من یهو اینها رو دیدم به نظر ما که اینها فارسی باشن. حالا برمیگردیم نگاه میکنیم، اگه فارسی باشه که دیگه از خوندنش انصراف میدیم، ولی کتاب جالبی هست، ارزش خوندنشو و ارزش هنریشو خواهد نگاه کنید. خیلی زیبا، جدولهای خیلی زیبایی رو حالا نمیدونم چند صد سال پیش این رو خیلی زحمت کشیده، جدولهای خیلی زیبایی در داخل جدولهای اصلی جدولهای کوچکتری رو هم ترسیم کرده. ارزش واقعا هنریه و حتی میتونم بگم طراحی بسیار بالایی داره. یعنی آدم به خاطر حالا این مثلا خرافات هم باشه، به خاطر این زیباییش میتونه همین کتاب رو نگه بداره و همین که بخونه. به هر حال خیلی زیبا نوشته، یعنی این اثر هنری رو، این تنها کتاب نیست، این یک سلیقه هست، یک روش زندگی هستش. خیلی زیبا، خیلی زیبا. و تموم شد، کتاب تموم شد. حالا عکسایی از پشت کتاب رو گذاشته. صفحه 182 شماره کتاب بوده. اینجا صفحه بالای کتاب رو نشون میده که چقدر آسیب دیده یا ندیده. معلومه که کتاب صفحه ها خیلی کلفتن، یعنی برگه های صفحه کلفت هستن و این تئوری ما در رابطه با کتاب های قدیمی رو اثبات میکنه. خب برگردیم دوباره اول سطر. این نقاشی پشت جلد نشون میده که این کتاب در دوره عثمانی نوشته شده. برای چی؟ به خاطر چی؟ فقط از همین نقاشی که روی جلد کتاب هست میشه فهمید که این احتمال میدم، من نمیدونم تاریخ این نوع نقاشی رو، ولی از اونجایی که عثمانی ها بیشتر استفاده کردن فکر میکنم متعلق به عثمانی باشه، یکی از اختراعات یا اکتشافات عثمانی ها باشه. روی آب، روی یه مجمعی، هر چیزی که بخوان آب رو میریزن و رو بالای اون یک نوع مواد رنگی روغنی، حالت روغنی داره فکر میکنم، اون رو میریزن و هر شکلی رو که بخوان با نوک یک وسیله تیز اون رو اونجا اون رنگ ها رو شکل میدن و کاغذ رو میذارن روی اون همون رنگ و آب و به آرامی میکشن. آب میریزه و رنگ ها میچسبه به کاغذ و این نقاشی منعکس میشه به روی کتاب. از اینجا میفهمیم که این کتاب در دوره عثمانی نوشته شده. اینجا حالا من این کتاب رو یه مقدار بزرگ میکنم که بتونیم بهتر ببینیم، صفحات رو جداگانه گذاشته. این والوم چیچیسی 49 رو اینجا میبینیم. اینجا هم در 1335 یه چیزهایی اینجا نوشته شده که من این خط اصلا نمیتونم بخونم، انگلیسی باشه هر زبانی باشه که دیگه نمیتونم بخونم. نگاه کنید صفحه اول کتاب رو ببینید چقدر زیبا نقاشی و طراحی شده. خیلی عالیه، خیلی عالیه. یعنی زحمتی که در این کتاب، نمیدونم تذهیب کاری میگن چی میگن، یک هنریه، این یه اسمی داره. حالا اینجا با 3 رنگ استفاده شده. دوباره این سبز احتمالا یه مقدار چیز شده، بسم خزانه من سماعا عن الرسم و رسم الحضرت من صنائل الوسم قد بسطه. حالا این چی هست؟ من اصلا نفهمیدم چی هست و خوندنش هم متوجه نشدم. بسایط الیمین علی بسیط الباهرة و نشر منشور الامن عمل
عمل علی صفحات آیات دولته الطاهره. اینجا با قرمز یک مثلا یه حالت گلی کشیده. و انام کافت الانام تحت زلال عدله و افاضله و افاض علیهم سجال فضله و نواله. حالا اینجا عربیه و نمیفهمم چی هست، خیلی تخصصی. این شماره کتاب احتمالا در اینجا دوباره درج شده باشه. این مهر کتاب خونه است، احتمالا بیبلیوث. حالا اینم خوندنشو. جدول تواریخ انبیا علیهم السلام. یه جدولی کشیده. ببینید کاری که کرده، یک صفحه رو اول از بالا ببینید، یه چیز رو جدول خط کشی اطراف کتاب کشیده، نگاه کنید. بعد این رو داخلش آبی رنگ کرده و دایره هایی رسم کرده که این دایره ها در هر 4 طرف دایره از حالت دایره‌ای در میان به دایره دیگه وصل میشه، مثل دستایی که تو هم فرو میره. حتی این به آبی هم فرو رفته، یعنی از حاشیه ها. این نشون میده که هیچ پیغمبری قبل و بعدش خالی نیست از نظر اون نویسنده. این پیغمبر مثلا این آبی رو شما فرض بکنید در اطراف و در متن، اینها انسانها و اجتماع هستن که هی در حال تغییر دیگه. جامعه این حالت تغییر رو نشون میده، دست اینجوری اومده از هر جهات هر پیغمبر رو. و اون وقت میبینیم که مثلا حضرت آدم هم از تنها نبوده در اون وقت. از نظر این نویسنده از یه جامعه، یک بک‌گراند اجتماعی برخواسته. حبوط آدم پیغمبر علیه السلام 7083 سال پیش قبل از این کتاب در چه تاریخی نوشته می شده، در اونجا 7083 سال قبل از اون حضرت آدم به زمین حبوط شده. بعد بنیاد کعبه معظم 6844 این کعبه رو سنگ بناشو گذاشتن. ولادت شیس پیامبر علیهم السلام، این هم البته اینجا یه چیزی هم نوشته که من شیس ابن آدمه، شیس ابن آدم، این آدمه، اینم حالا احتمالا فرزند آدمه. 1000 سال، بیش از 1000 سال، حدودا 1000 سال. بله این 700 باشه، اینم 688 باشه، 83، اینم 800، حدود 800 سال یا 1800 سال بعد این آدم فرزند آدم مثلا متولد شده. نزول علم نجوم به ادریس پیامبر. حالا ادریس پیامبر هم نجوم رو میدونسته. 5864. نگاه کنید، یه تخصص این نجوم. این پیغمبر یه تخصص داشته، احتمالاً به خاطر تخصصش هم پیغمبر شده. حضرت آدم تخصصش این بوده که اولین آدم عاقلی بوده که روی زمین بوده. این ولادت پیغمبر، این شیس علیه پیامبر علیه سلام، این نمیدونم تخصصش چی بوده، فقط ولادتشه. و این ادریس، نقل ادریس پیغمبر علیه السلام به فردوس. چجوری فردوس؟ به نظر میاد که این فارسی این کتاب خیلی زیباست، فارسی هم باشه خیلی زیبا این کتاب طراحی شده. اینجا اومده سالهای تولد و اینا پیغمبران رو نوشته. این صفحه رو بگذاریم. جدول تواریخ انبیا و خلفا رضی الله عنه. حالا این وفات عثمان، حالا ببینیم قبلی چی بود. اوکی، از اینجا بریم. جلوس انوشیروان عادل کسری خفف الله عنه 1077. اینجا آمدن اصحاب فیل به مکه و هلاک شدن ایشان 1041 اومده. 36 سال بعد
انوشیروان به تخت نشسته 1040. چرا اینجا تاریخ به عقب برگشت؟ این 40-41 بود اینجا. این حالا نمیدونم چرا. ولادت ارمرسلین سید المرسلین محمد پیغمبر علیه السلام، این هم 1000. این آدم خیلی فارسه، میبینید که تلاش میکنه همه چی رو به فارسی بنویسه. وحی آوردن جبرائیل 1000، درست در سال 1000 قبل از چطوری این 1000 میشه؟ مثلا بر اساس چه سالی؟ بر اساس خودش داره الان این چیز میکنه، نمیدونم. جبرائیل وحی رو میاره. حضرت هجرت نبی 982، یعنی 12 سال بعد هجرت میکنه. وفات پیغمبر علیه السلام و خلافت پیغمبر صلی الله علیه السلام، اینجا ببینید یه مقدار اون حالت فارسی رو، اینجا زهر فارسی رو میریزه دیگه. پیغمبر رو صلی الله علیه نمیگه، نه اینجا میگه نه اینجا میگه نه اینجا میگه. ببینید اون فقط با علیه السلام، با یه سلام ازش میگذره. خیلی در حقیقت به یه نوعی میشه گفت تحقیر پیغمبر هستش. اینجا هجرت رو نوشت و ازش با نبی یاد کرد، رد شد. اینجا وفاتش رو میگه پیامبر و نمیگه رسول، پیغمبر میگه، فارسیش میکنه علیه السلام. و خلافت ابوبکر صدیق رضی الله عنه، اینجا خلافت ابوبکر 987 شروع میشه. این 978، این 982 هست. چرا نباید در پی این باید ایجاد بشه؟ چرا متفاوت شده اینجا تاریخ؟ وفات به نظرم این درست تاریخ ننوشته، چون که همون الا اینکه بگیم ابوبکر اینجا چی بود؟ ابوبکر، بعد وفات ابوبکر، بعد عمر، بعد عثمان، بعد علی. درست نوشته، ولی چرا تاریخ ها رو اینقدر با فاصله گذاشته؟ یعنی به نظرم میاد که در محاسباتش با یه مشکلی مواجه میشیم، چون که هنوز حضرت محمد صلوات الله علیه رو دفن نکرده، ابوبکر رو به خلافت برمیگزینن. نمیتونه این 5 سال یا 6 سال فاصله بین این دو باشه، یا حتی این چرا مثلا 978 این 82 هست، یعنی این اول به خلافت میرسه بعد این میمیره، یا اینکه 8 سال بعد این؟ نه، چون تاریخ کم میشه. این سال حضرت محمد فوت کرده، این سال 6 سال بعد هم ابوبکر صدیق به خلافت رسیده. و بعد چطور دوباره برمیگه 2 سال بعد ابوبکر وفات میکنه، بعد عمر ابن خطاب رضی الله عنهما میرسه به خلافت، و وفات عمر خطاب و ولایت و خلافت عثمان ابن عفان رضی الله عنه 966 هستش. و جدول تواریخ دوباره همین ادامه داره. 954 عثمان خیلی طولانی تر چیز میکنه، این 66 بگیم 6 سال از اونجا و 54 حدوداً 10 سال و این هستش. علی علیه السلام هم وفات علی ابن ابی طالب و خلافت حسن مرتضی و مبعث معاویه رضی الله عنهما، همه رو به یک قاط گرفته. نگاه کن، علی و حسن و معاویه رو به یک درجه گرفته اینجا. مقتل حسن رضی الله و خلافت حسین مرتضی رضی الله عنهما هم این هست و همینطور ادامه پیدا میکنه. جالب، اطلاعات ذی قیمتی رو میده. حالا تاریخ ها به نظر من یه مقدار مشکل داره، ولی خلفای اسلامی رو داره هی پشت سر هم میشماره دیگه. ما از طریق اینها میتونیم ببینیم که در تاریخ اسلامی چه کسی خلیفه بوده. مثلا میگم بعد از حسین هست، بعد مسلمه که چیز میکنه، ظهور میکنه، بعد انتقال خلافت به خاندان بنی عباس و جلوس. یعنی چی شد؟ مسلم میاد مثلا قتل عام میکنه، چی کار میکنه که اینها دیگه خلافت به بنی عباس میرسه، به عبدالله ابن عباس، ابو جعفر منصور،
بعد امام اعظم اینجا به وجود میاد. حنفیه خیلی سال بعد به ابو جعفر المنصوب، این نمیدونم خلیفه است یا منظورش امام جعفر نیست، احتمالا این خلیفه است. این امام اعظم حنیفه رو نشون میده. امام شافعی هم در این سال متولد میشه. اینجا مهدی چی ولد المنصور، ولد این منصور که اینجا بود خلیفه، اون به دنیا میاد. موسی هادی ابن مهدی به دنیا میاد، خلافت میرسه. امام معظم شافعی در این سال میمیره. یعنی میبینید که اول مذهب حنفی به وجود میاد، بعد شافعی میاد. من اینها رو نمیدونستم واقعیتش. خلافت هارون الرشید شروع میشه، بعد بر مهدی. اینجا خلافت محمد امین ولد رشید آغاز میشه. اینجا مأمون خلافتش آغاز میشه. مأمون فکر میکنم که امین رو میکشه و خلیفه میشه. خلافت ابو اسحاق محمد المعتصم بالله آغاز میشه و بعد هارون الوثاق یا واثق بالله ابن معتمد احتمالا باشه، المتوکل علی الله ابن معتصم، احمد مستعین بالله ابن معتصم، خلافت المهتدی ابن چی اینجا همینجوری میبینیم داره میاد. من میخوام ببینم کی راستشو بخوای میخوام ببینم که کی به عثمانی میرسه. خلافت القادر ابن مقتدر، دوباره همین ها داره ادامه پیدا میکنه. خلافت القائم بالقادر، وفات امام فخرالدین رازی، اینجا امام فخرالدین رازی رو هم آورده. خلافت المقتدی بن محمد القائم، خلافت منتصهر چی هستش به ابن معتدی، خلافت خلیفه المسترشدین، اینم از این. خلافت راشد ابن مسترشد، خلافت المفتی ابن مستظهر احتمالاً، خلافت اینجا یک کسوف کلی رخ داده که اونو نمیشه. وفات سلطان العارفین، فکر کنم ابا یزید بسطامی و ولادت سلطان جلال الدین المخففین مولانا، احتمالاً سلطان المخففین مولانا جلال الدین جلال الملت و الدین قدس الله چی. این هم یه حالا احتمال میدم که مولانا رو بخواد ذکر بکنه. ذکر تواریخ سلجوق و ملوک هم رحمه الله. از اینجا تاریخ میخواد بگه که از چه سالی؟ از سال 600 ظهور ناصرالدین سبکتکین، بعد این سلجوق احتمالاً. حالا چرا غزنوی ها رو ننوشته؟ ابتدای دولت ایشان و جلوس سلطان محمد ابن سلطان سبکتکین، سلطان محمد ابن محمود 504. از اینجا تا اینجا حدوداً یه قرن طول میکشه. این وسط یه مقدار 100 سال گذشته. حالا چطور اینجا نمیدونیم که چه اتفاقاتی افتاده. سلطان ابراهیم ابن محمد، یعنی اینجا فکر میکنم که غزنوی ها رو اینها رو گذشت ازش. سلطان ابراهیم ابن محمد، سلطان مسعود ابن ابراهیم، حالا اینها میاد. سلجوقی ها جالبه که اینجا وفات. اما اینجا من یه جایی دیدم که به فتح بیت المقدس 410 بیت المقدس فتح میشه. غیاث الدین، وفات عزالدین و جلوس فلان، خیلی جالب. تتمه ذکر تواریخ آل سلجوق و ملوکهم، جمعهم رحمهم الله، این ره هست، رحمهم الله، که اینجا میاد. وقوع زلزله عظیم در اکثر اقالیم، گفته در 407 یه زلزله عظیمی در بنای سیواس در آن زمان.
یعنی سیواس، شهر سیواس که در ترکیه امروزی هستش، در اون زمان 361 این رو شروع میکنن به ساختن سیواس. بنای گونیه از دست سلطان علاءالدین. سلطان علاءالدین احتمالاً فرزند سلطان عثمان، یعنی سلطان عثمان احتمالاً فرزندش علاءالدین، احتمال میدم، این شهر گونیه رو بنا میکنه. وفات نورالدین شهید، اینم نورالدین فکر میکنم آخرین شاه سلجوق باشه. اینجا دیگه خالی میذاره، اینجا رو دیگه اینجاها رو ننوشته. ذکر تواریخ سلطانی مغول و اتباعهم رحمه الله. اینجا ظهور چنگیز 382 هستش، جلوس اکتای خان، همینجوری داریم میبینیم که اینجا مغول ها رو آورده و خب حدوداً 12 تا سلطان اونجا بوده یا 12 مرحله رو گذاشته. یه کسوف خیلی بزرگی اینجا بوده. بعد ذکر تواریخ ملوک آقگویونلو رحم الله. ببینید این آقگویونلو ها قرگویونلو ها رو هم ذکر میکنه. حسن بی 829، این احتمالا همون اوزون حسنه که ما بهش میگن اوزون حسن معروف شده، فکر کنم این همونه. گرفتن گرایولوک قربت و گرفتن اهل علابک سرش. نمیدونم این دیگه. این کتاب فارسی هستش ولی به خاطر این تاریخش جالب اومد برام ذکر تمام تواریخ ملوک آقگویونلو رحمهم الله. اینجا هم دوباره آقگویونلو ها رو ذکر کرده. اون بالا ما متوجه شدیم که عثمانی داره شروع میشه، یعنی عثمانی یه جهت شروع شد، همزمان آقگویونلو ها شروع شده. حالا تاریخ ها رو ببینید، تاریخ برگشت عقب. یعنی درسته که اینجا مثلا گفتیم که اینجا 414 نورالدین آخرین پادشاه یا خلیفه سلجوقی اینجا وفات میکنه 412 و بعد عثمانی شروع میشه. یعنی در این وسط البته خالی نیست، در این وسط عثمانی ها دارن، خیلی مغول ها دارن احتمالا. ببینید اینجا 382 یعنی بین این و این چنگیز ظهور میکنه و این شهرها رو که میسازن نگاه کنید. وقوع زلزله این 400 برمیگرده به بین این دوتا دوباره و ما میبینیم که در این مدت مغول ها دارن حاکمیت پیدا میکنن تا 199 یعنی وجود داره. در این حال دوباره برمیگرده 829 یعنی حتی از دوره‌ای که سلجوقی ها وجود داشتن 829. نگاه کنید همزمان با حتی مثلا معتصم و اینها عباسیه، آقگویونلو ها شروع میکنن به آقگویونلو شروع میکنن به در دوره عباسی اینها یه مملکتی رو آزاد کردن و یا درش از طرف خلیفه عباسی حکم گرفتن و دارن اونجا حکومت میکنن. ذکر تمام تواریخ آقگویونلو ادامه داره. میبینیم که آقگویونلوها خیلی چون جنگجو بودن احتمالا خیلی کشته میدن و همون سالها رو میبینیم، یعنی سالهایی که هنوز آل عباس حاکم هستش، خلافت در دست عرب هاست، میبینیم که هنوز آقگویونلوها دارن حاکمیت میکنن. نگاه کنید وفات یعقوب بیک در ماه صفر، مثلا فتح قاسم بی ماردین مثلا ما فکر میکنیم که ماردین رو عثمانی ها فتح کردن ولی نگاه کنید خیلی قبل از اون این فتح شده بوده. از اینجا نمیدونم چرا تاریخ داره عقب میره. مثلا نگاه کنید اینها رو باید یاد گرفت دیگه. حالا این یه نوع روش تاریخ سلاطین عثمانیان آغاز میشه. حالا مثلا جلوس عثمان بی غازی برد الله مضجعه 340 خیلی دیرتر شروع میشه. یعنی
آق‌قویونلوها از 800 و چند شروع کردن تا 300 دارن، حدود 500 سال دارن آق‌قویونلوها حاکم هستن در یک منطقه‌ای، دارن می جنگن و فتح میکنن و اینها. و حالا عثمانی ها رو ببینید، عثمانی ها خیلی دیرتر از آق‌قویونلوها میان، ولی خب اینجا میبینیم که مثلا فتح بلژیق و حصار و انگوله و نیکی-شهر از دست عثمان بی. حالا اینجا میبینیم که دوباره داره فتحاشو، فتحای اون عثمان رو می نویشه. جلوس اورخان بی ابن عثمان. حالا اورخان پسر، الان اورخان میگن دیگه، اورخان پسر عثمان در 257 به سلطنت می نشینه و فتح بیغا و ولایت گواسی یا گراسی به دست ارخان بی. اورخان بی رو اینجا اینجوری احتمالی ارخان بی یک کس شخص دیگری باشه، نمیدونم. حالا اینجا تا اینها رو چون نزدیکه و در این دوره نوشته، تاریخ ها رو خیلی نزدیک به هم می نویسه و فتح‌هاشون رو هم می نویسه. می بینیم که هی داره ادامه پیدا میکنه. مثلا در 1025 فتح قسطنطنیه، ببخشید 1000 گشتم 125 و میرسه به ذکر فتوحات العالم العثمانی ها. اینها دیگه میاد دوباره. ببینید عثمان رو اینجا فتح نوبراده به دست سلطان محمد، اینجا چرا عثمانی اینو گفته رفته 800. دوباره این نمیدونم، من کاملا متوجه نمیشم قضیه رو. 885 886 886 878 از اینجا تاریخ ها یه مقدار این ور اون ور می نویسه. من نمیدونم چرا، دلیلی داره، حتما با آشنایی با تاریخ میشه این رو فهمید. مورسین نوشته اینجا، مارسین که امروز مارسین نوشته میشه، گفته میشه اون زمان مورسین بوده. سفر بیچ یا از دست سلطان سلیمان خان. سلطان سلیمان هم اون سلطان سلیمان مشهور هسته که 928. باز دوباره اینجا یه مقدار تاریخ ها رو ببینید، تاریخ ها رو دستکاری کردن. اینجا قرمز ها رو مثلا اینجا گفته که 53 اینجا اومده تبدیلش کرده. این تبدیل هایی که اینجا صورت میگیره نگاه کنید، این تبدیل ها از یه جایی به بعد، از اینجا فکر میکنم سفر قزلباش، نه از اینجا وفات مرحوم مغفور سلطان بایزید و جلوس پادشاه زاده سلطان سلیم 916. از اینجا تاریخ رو تغییر میدن، به میلادی می نویسن. این کتاب رو اخیراً به میلادی تبدیل کردن، یعنی 916 این فکر میکنم اینجوری باید باشه. این 919 دوباره 919 هستش. فتح شیر علاءالدوله به دست سلطان سلیم، فتح مصر به دست سلطان سلیم در 1917، فتح دیاربکر به دست سلطان سلیم 918، آمدن سلطان سلیم شاه به ولایت شام و کسر کلی کرد چی سلطان نوری 970 یا 920. این 21 اینه. تاریخ رو از اینجا فکر میکنن جدیدن اومدن این تاریخ‌های این کتاب رو دستکاری کردن و مثلا اینجا نوشته، دوبار نوشته، حالا دیگه دیده نمیتونه این رو خیلی چیز بکنه، اومده در زیرش 927 رو دوباره نوشته، به میلادی تبدیل کردن کتاب رو. دوباره دیگه دست نزدن، از اینجا به بعد دست نزدن و شکر خدا که هم که دست نزدن. این تاریخ ها به همون شکلی که هست بمونه تا بشه فهمید. اینجا چیه؟ جدول تواریخ اسمای ملوک ماضیه و مدت پادشاهیشون. حالا برمیگرده دوباره به
تاریخ خیلی گذشته، کیومرث و اینا، تاریخ های خیالی، هوشنگ و ضحاک غربی و جمشید ابن هوشنگ و از این حرفا، که اینها افراسیاب ترکی و دورتهمات، کیقوباد ابن کلک یا کلک، کیگاووس ابن چیچی، اینها اگر هم پادشاه بوده باشن احتمالاً تاریخی نداشته، ولی خب این اومده اینها رو نوشته. جدول فال و زجر و حوادثات از حوادثات است، احتمالاً باشه حوادثات است از قول حکما. حالا اینجا حکما اومدن جدولی رو کشیدن، حوادث و بروج. اینجا بروجه. این جدول امروزه هم در آمار کاربرد داره دوستان. اینجاش هم حوادثه. اومده مثلا حمل روزی، او از در چوب بام، نمیدونم یعنی چی. این یه رمز احتمال میدم. بانک سگربی وقت یعنی چی؟ با اینا احتمال میدم آواز خروس نابهنگام یا ناهنگام، صفیر کردن آتش، او از در چوب بام، یک چیزی دیگه. حالا اینها به این شکل، این جدول، اینجا ماها، اینجا یه فال دیگه. من دیگه اینها رو نمیفهمم و نیازی هم دیگه نمیبینم که بقیه رو ببینم. خیلی جالب از نظر جدول وصیت پیغمبر علیه السلام فست کردن دیگه. این چی هست نمیدونم. دوباره اینجا یک جدول خاصیه. حالا الایام اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم، نهم، دهم، یازدهم، دوازدهم، سیزدهم، چهاردهم، پونزدهم. دیگه این 15 تمام میشه. نه اینجا میاد. اینجا هر کدوم این جلوش یه چیزی نوشته. در این روزها که فست کند این علت ها ظاهر شود. حالا داره چیز میکنه. اینجا 16 هم 17 هم 18 هم همینجوری داره میره تا دوباره بر میگرده و اینجا 30 میشه. این جدول هم اذان و نیسان و آیار و این چی ماه هستن. احتمال میدم اینا دوباره ماه ها رو داره اینجا نشون میده. نگاه کنید اگر اینجا آب باشه، آذار، نیسان، آیار، حزیران، تموز، آب، ایلول، تشرین اول، تشرین آخر، کانون اول، کانون آخر، اسباط. من اینها رو نمیدونم یعنی چی. اینها میدونم که تقریبا میشه گفت دلیل کند بر نیکویی کار و یافتن مراد. خب دیگه از این کتاب بگذاریم. این کتاب فارسی هستش و خیلی به درد ما نمیخوره برای این منظوری که میخوایم بگیم، ولی کتاب جالب بود، واقعا جالب بود و هنری. خب من چند دقیقه الان فکر میکنم که بذار ببینیم چند دقیقه صحبت کردیم. 43 دقیقه. ببندیم این کتاب رو. حالا با آنکه فارسی هست احتمالاً من تا 1-2 دقیقه دیگه با یک کتاب ترکی شروع میکنم.